کوروش هستم. میخوام امروز راجع به گرفتن گواهینامه رانندگی در آلمان که موضوع مهمی برای خیلی از افراد میتونه باشه صحبت کنم. سعی میکنم داخل این ویدیو تمام نکات و اطلاعاتی که برای گرفتن گواهینامه آلمانی نیاز داره بدونید رو بهتون ارائه بدم و در ویدیوی دوم که به زودی خواهم ساخت و توصیه میکنم اونم تماشا کنید، یک لیست از قیمت ها و که قبلا از یه دونه از آموزشگاه رانندگی گرفتم رو خدمتتون نشون میدم و تک تک گزینه ها، آیتم هایی که باید بپردازید و هزینه ها رو براتون با جزئیات توضیح میدم تا با هزینه های گرفتن گواهینامه رانندگی در آلمان هم آشنا بشید. خب برمیگردم به موضوع اصلی. میخوام راجع به گواهینامه رانندگی در آلمان براتون صحبت کنم. اول باید بدونید که بعضی از کشورها این امکان رو دارن که گواهینامه خودشون رو بدون امتحان عملی و کتبی در آلمان به گواهینامه آلمانی تبدیل کنن، یعنی با پرداخت مبلغ بسیار کمی با انجام یه سری کارهای اداری که خیلی هم پیچیده نیست میتونن گواهینامه خودشون رو از کشور خودشون به گواهینامه آلمانی بدون هیچ آزمونی و بدون شرکت در کلاس تبدیل کنن. ولی این امکان برای اتباع افغانستان و ایرانی وجود نداره. پس کسانی که گواهینامه ایرانی یا افغانی دارن نمیتونن بدون آزمون عملی و کتبی گواهینامه خودشون رو به گواهینامه آلمانی تبدیل کنن و واسه همین من وارد جزئیات مدارکی که نیاز داره و اطلاعاتی که باید در این زمینه تبدیل گواهینامه بدونید نمیشم. اگر براتون جالب بود برام کامنت کنید، بنویسید تا داخل ویدیو جداگانه توضیح بدم، ولی فکر میکنم زیاد مورد نیاز نباشه دونستنش. گرفتن گواهینامه داخل آلمان اگه بخواید با گواهینامه ایرانی یا افغانی انجامش بدید باید مثل کسی که گواهینامه نداره از اول شروع کنید. فقط داخل قسمت آزمون، داخل قسمت کلاس های عملیش میتونید یه مقداری از هزینه ها بعدا توضیح میدم دقیقا چطوری کم کنید و میتونید وگرنه باید کلاس ها رو شرکت کنید و در آزمون هر دو آزمون شرکت کنید، کتبی و عملی. و با گواهینامه‌ای که از کشورتون دارید و اون رو تبدیلش کردید به گواهینامه بین المللی، فقط 3 تا 6 ماه بعد از ورود به آلمان حق رانندگی دارید و بعد از اون دیگه این حق رو ندارید که باهاش رانندگی کنید با گواهینامه بین المللی شده گواهینامه کشور خودتون و باید حتما برای گرفتن گواهینامه آلمانی اقدام کنید. اول توضیح بدم گواهینامه داخل آلمان خیلی گرونه. گرفتن گواهینامه بین 2500 تا 3500 یا 4000 یورو هزینه‌شه که بخواید گواهینامه آلمانی رو بگیرید که مبلغ واقعا سنگینیه. به پول ایران تقریبا امروز که الان صحبت می‌کنم حدود 300 میلیون 350 میلیون تومان میشه و بایستی ابتداً به یک دونه کلاس رانندگی مراجعه کنید. کلاس رانندگی رو میتونید با نوشتن کلمه فوغشنگ که این کلمه رو داخل زیر این کلیپ براتون می‌نویسم، کلمه رو تایپ کنید و داخل گوگل مپ و کلاس رانندگی که در اطرافتون هستن رو پیدا کنید و به اونا مراجعه کنید، باشون صحبت کنید. اولین اقدامی که انجام میدید اینه که بایستی بدونید یک کلاس رانندگی رو انتخاب کنید که از نظر مسافت نزدیکتر باشه به محل زندگیتون و که برای رفت آمد اون زمانی که کلاس دارید چند ماه بالاخره طول میکشه و امتحان بایستی بدید داخل همون آموزشگاه یه سری امتحانا رو راحت باشید. و اینکه توصیه میکنم حداقل از 2 یا 3 تا کلاس رانندگی قیمت ها رو بپرسید، قیمت ها رو بگیرید، لیست قیمت بگیرید و بهترین
رو انتخاب کنید، چون همه کلاس رانندگی یک قیمت رو به شما ارائه نمیدن. تفاوت قیمتش خیلی کمه ولی برابر نیست، یعنی کاملا یکسان نیست و توصیه میکنم حتما از 2 یا 3 تا کلاس رانندگی قبل از اینکه کلاس رانندگی خودتون انتخاب کنید تقاضای لیست قیمت کنید و آدرساشون رو بررسی کنید که کدوم براتون مناسب تره. خب بعد از اینکه داخل کلاس رانندگی شرکت کردید، ثبت نام کردید، شما به یک سری مدارک نیاز دارید. یکی پاسپورت که هنوز معتبر باشه یا کارتی که باش داخل آلمان حضور دارید. یکی داشتن مدرکی به نام کمک‌های اولیه است که این مدرک خیلی ساده ایه. یک روز در یک دوره کمک‌های اولیه داخل آلمان شرکت میکنید. 2 سال پیش که من شرکت کردم 55 یورو بود، از ساعت 9 تا ساعت 17. امتحان بعدش نداره، فقط داخل اون کلاس شرکت میکنید، با کمک‌های اولیه آشنا میشید و بهتون همون روز مدرکتون رو میدن و علاوه بر این بحثی معاینه چشم انجام بدید که اینم از عینک فروشی ها میتونید مراجعه کنید و یه دونه معاینه چشم انجام بدید و قطعا داشتن هزینه لازم برای ثبت نام و شرکت در کلاس ها و امتحانه که اینم موضوع مهمی ها، چون همونطور که گفتم هزینه ها سنگینه برای گرفتن گواهینامه آلمانی. بعد از اینکه هزینه ها رو پرداخت کردید، یه سری کتاب بهتون تحویل داده میشه که برای آزمون تئوری به 12 زبان مختلف میتونید انتخابش کنید، ولی زبان فارسی جز این 12 زبان نیست و زبانهایی که آشنان برای مردم افغانستان و ایران 2 زبان انگلیسی و زبان آلمانیه و توصیه میکنم زبان آلمانی رو انتخاب کنید، چون بعدها با اصطلاحاتی که آشنا میشید وقتی دارید خودتون رو برای آزمون تئوری آماده میکنید، کلماتی رو یاد میگیرید که برای زندگی داخل آلمان قطعا براتون مفید خواهد بود و بین زبان انگلیسی و آلمانی توصیه میکنم زبان آلمانی رو برای آزمون انتخاب کنید تا هم زبانتون بهتر بشه و هم بتونید داخل این آزمون قبول بشید. آزمون تئوری هم 30 تا سوال بهتون داده میشه داخل کامپیوتر، 30 تا سوال میاد، شما با کلیک بر روی جواب درست و سراغ سوال بعدی میرید. 4 گزینه‌ای هم سوالا. اگر از 10 سوال از این سوال 30 سوال 10 سوال غلط داشته باشید آزمونتون رو رد میشید، ولی تا 9 سوال غلط تقریبا 1/3 آزمون میتونید آزمون رو قبول بشید. این آزمون قابل تکرار شدنه، شما میتونید به طور نامحدود این آزمون رو تکرار کنید تا زمانی که قبول بشید، ولی خب برای هر بار باید هزینه آزمون رو بپردازید و علاوه بر اینها شما بایستی بعد از شرکت در آزمون ها برید سراغ امتحان قبول شدن در آزمون تئوری، برید سراغ امتحان عملی. امتحان عملی هم بازم تعداد دفعاتی که میتونید شرکت کنید نامحدوده. بعد از افتادن هر 2 هفته میتونید برید دوباره امتحان بدید به صورت نامحدود، ولی خب هر بار باید 150 یورو بپردازید برای که دوباره بتونید در آزمون شرکت کنید. آزمونش هم به این صورت 50 تا 60 دقیقه طول میکشه. آزمونگر و یک شخص کمک راننده که برای اینه که اگر خطایی رخ داد بتونه ماشین رو کنترل کنه حضور دارن داخل ماشین. آزمونگر از شما هر نوع کاری که در زمان رانندگی لازم بدید، انواع پارک کردن، انواع رانندگی رو از شما میخواد و شما بایستی بتونید انجام بدید و بعد از اینکه در آزمون عملی قبول شدید، آزمون عملی هم بگم فقط میتونید به زبان آلمانی انجامش بدید و آزمونگر اگر متوجه بشه که شما تسلط بر زبان آلمانی ندارید حق داره آزمون رو باطل کنه و پول شما هدر برگشت داده نمیشه. و بعد از اینکه آزمون عملی قبول شدید براتون گواهینامه صادر میشه، گواهینامه به آدرس پستی منزل یا محل اقامتتون میاد و شما دیگه مجاز به رانندگی در آلمان خواهید بود. این نکاتی رو توجه کنید داخل آلمان. این نکات رو بگم بعد از اینکه گواهینامه رو گرفتید
متوجه ندارید میتونه گواهینامه‌تون رو باطل کنه. و علاوه بر این شما به این نکته هم توجه داشته باشید که اگر از جاب سنتر یا سوسیال دارید کمک هزینه زندگی دریافت میکنید، خب هر 6 ماه یک بار باید برید وضعیت زندگیتون رو براشون بیان کنید که تصمیم بگیرن به پرداخت ها ادامه بدن یا اینکه پرداخت نداشته باشن. یکی از گزینه هایی که بایستی براشون توضیح بدید اینه که شما ماشین دارید یا نه. اگر ماشین گرانتر از 15,000 تا داشته باشید، ازتون میخوان که ماشینتون رو بفروشید یا باهاش هزینه های زندگی مثل کرایه خونه، مثل خورد و خوراک و انواع هزینه رو بپردازید و کمک هزینه بهتون تعلق نمیگیره. پس برای خرید ماشین حتما به این نکته توجه داشته باشید تا بعدا دچار آسیب نشید برای گرفتن هزینه های زندگیتون از جاب سنتر یا سوسیال. ولی اگر کار میکنید و همه هزینه‌های زندگیتون رو خودتون می‌پردازید، قطعا مشکلی وجود نخواهد داشت برای خرید ماشین. فکر می‌کنم تا اینجا همه نکاتی که لازمه رو گفتم. توصیه می‌کنم حتما ویدیو دوم در این زمینه رو نگاه کنید. خیلی جالبه چون یک چک لیست بهتون نشون میدم که تمام جزئیات رو بیان کرده در مورد کلاس رانندگی که دقیقا چه آیتم هایی وجود داره و این آیتم ها چقدر طول میکشه و چقدر هزینه داره. بیشتر کلیپ رو طولانی نمی کنم، توصیه میکنم کانال من رو سابسکرایب کنید چون سعی میکنم در همه زمینه‌هایی که میتونه براتون مفید باشه برای زندگی در آلمان براتون